سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یه سری فکت یا همون حقایقی در مورد شخصیت‌های انیمه شیطانکش که شاید کمتر کسی بهشون دقت کرده باشه و متوجه شده باشه رو بهتون بگم. اگه میخواید اینا رو بدونید پس این ویدیو رو از دست ندید و تا آخر ببینید. بزن بریم. یکی از جالب‌ترین فکت‌هایی که خود مانگاکای انیمه توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اینه که اول قرار بود تانجیرو تبدیل به شیطان بشه و نزوکو برادرش رو نجات بده. ولی در آخر نظرش عوض شد و تانجیرو جای خواهرش رو گرفت. و همینطور قبلا گفته که مانگاش رو از داستانا و کاراکترهای انیمه‌های بزرگ الگو برداری کرده. ولی بیشترین الگو برداری رو برای شخصیت تانجیرو از کاراکتر هیمورا کنشین گرفته. گفته شده که تانجیرو پیشونی محکمش از مادرش به ارث برده. کله اون انقدر محکمه که یه بار باهاش گراز بیهوش کرد. نزوکو توی سنگ‌ها از قیچی خیلی ماهره. اون و تانجیرو معمولا مشکلاتشون با هم و با سنگ‌ها از قیچی حل میکنن. نزوکو قبل اینکه شیطان بشه همیشه موهاشو میبست، ولی از وقت شیطان شد دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده و تانجیرو هم بلد نیست به خواهرش کمک کنه. بعد از مرگ خانواده تانجیرو هر شب مدام خواب زجرکش شدن و مرگ اونا رو میبینه که این موضوع رو خود مانگاکا تاییدش کرد و همینطور گفت که اول قرار بود تومویکا یه خنجر کوچیک داشته باشه و باهاش چند ضربه به نزوکو بزنه تا مفهوم شیاطین باید کشته بشه رو بهتر برسونه، اما بعداً به دلایلی این موضوع از داستان حذف شد. با توجه به حرفایی که اوروکاداکی توی اولین ملاقاتش با تانجیرو زد، مطمئنا اون توی خیلی از اتفاقای بزرگ انیمه حضور داشته و یا خبر داشته. یک بارم تانجیرو از اوروکاداکی سنش رو میپرسه، اما اوروکاداکی بحث رو عوض میکنه که مشخص علاقه به گفتن سنش نداره و دلیل اینکه اوروکاداکی ماسک میذاره اینه که شیاطین اونو به خاطر صورت مهربونش مسخره میکردن. اون برای اینکه این مشکل رو حل کنه همیشه یه ماسک تنگو روی صورتش میذاره. معمولا اینوسکه بعد از 7 بار اسم یکی رو درست میگه، ولی تا حالا هیچ وقت اسم تانجیرو رو درست نگفته. ما تا حالا که علاقه اینوسکه رو ندیدیم، چون اون همیشه خودش از دست اینوسکه قایم میکنه. البته حقم داره، چون 18 بار نزدیک بود خورده بشه. تو ارتش شیطانکشا خیلی ها مثل شمشیرسازا از اینوسکه متنفرن، چون اون تا شمشیراش رو میگیره روی اونا دندونه درست میکنه و زحمت آهنگرا رو به فنا میده. تانجیرو میگه زنیتسو جلوی دختره از خودش بیشتر مایه میذاره و عملکرد بهتری داره. همینطور که تو انیمه دیدیم اون جلوی نزوکو از هیچ چی نمیترسه، در حالی که توی حالت عادی از سایه خودش هم میترسه. دلیلش هم کاملا واضحه. هول شدم، قدرت خدا رو برم. توی یکی از قسمت‌های اسپیشیال آکادمی کیمتسو که وظیفه زنیتسو کنترل کردن لباس دانش آموزا بود، همش در حال گیر دادن به لباس‌های دخترها بود که یک کتک مفصل از تومویکا میخوره. گنجشک زنیتسو همیشه از دستش ناراحته. دلیل این ناراحتی هم به خاطر اینکه اون همیشه به جای غذای درست حسابی بهش لوبیا میده. اسم شینوبو معنای زیادی داره، مثل جاه طلب و بازیگوش. البته فامیلیش کوچوه به معنی بچه پروانه، کو به معنی بچه و چو به معنی پروانه. شینوبو سمی تو بدنش داره که 700 برابر کشنده تر از سمای عادیه. دلیل این سمی که تو بدنش هم هست به خاطر اینه که اگه شیاطین رو خوردن درجا بمیرن. حکاکی روی شمشیر نیشیرین شینوبو به معنای روح خبیثه. آقایی مستقیما زیر نظر شینوبو تعلیم دیده و میتونه سمهای مثل اون بسازه که مطمئنا تو آینده خیلی به درد شیطانکشا میخوره. غذای مورد علاقه میتسوری موچی ساکوراست که برای همین رنگ موهاش هم رنگ موچی ساکورا درست کرده. اوایل لباس فرم همه هاشیراهای زن مثل لباس میتسوری طراحی شده بود، ولی بعدا نظر مانگاکا عوض شد و این لباس رو مخصوص میتسوری کشید. میتسوری پرخورترین هاشیراست و اوبانای کم غذاترین هاشیرا. حتی گفته شده که اوبانای تا 3 روز خودشو نگه میداره تا غذا نخوره، که البته این به اتفاقای تلخ بچگیش برمیگرده. اسم سانمی به معنی رودخانه جاودانگیه و کاملا میشه فهمید اسمش چقدر با زندگیش معنی پیدا کرده. اون همیشه از موقعیت‌های کشنده جون سالم به در برده. اون یه سوسک کارگردن ژاپنی هم داره و اکثر اوقات خودشو با اون سرگرم میکنه. سانمی لباساشو باز میذاره تا عضلاتشو به بقیه نشون بده. فرم اول تنفس رد اونقدر سریع که نمیشه با چشم دنبالش کرد
اگه ویدیوی سبکای تنفسی رو ندیدید و دوست دارید بیشتر با فرمای تنفس آشنا بشین، لینک ویدیوشو براتون میذارم. گیومی با اینکه نابیناست ولی میتونه دنیا رو شفاف ببینه. اون استعدادهای زیادی داره و یکی از اونا که سرگرمیش هم هست شاکوهاچی زدنه، یه نوع فلوت ژاپنی سنتی. اون یه بارم مدت خیلی زیادی رو فلوت زد که باعث شد مادر بزرگش با جارو کتکش بزنه. مویچیرو و گیومی دو تا با استعدادترین هاشیرا بودن که فقط بعد از 2 ماه آموزش تبدیل به هاشیرا شدن. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و برای حمایت از ما سابسکرایب یادتون نره. یکی از نکات جالب انیمه اینه که توی اوپنینگ فصل اول صورت هاشیرا قبل از ورودشون به انیمه سیاه بود که برای جلوگیری از اسپول این کار کرده بودن. توی سلسله مراتب شیطان کشا کینو قوی ترین و میزونو ضعیف ترین رتبه برای شیطان کشا هستن. لیست کاملش رو براتون میذارم، میتونید ببینید. شیطان کشا برای هاشیرا شدن یا باید تنهایی یکی از 12 کیزوکی رو شکست بدن یا بیشتر از 50 شیطان رو بکشن که کار خیلی سختیه. هر کدوم از هاشیرا یه منطقه خاص بهشون سپرده میشه که باید ازش محافظت کنن. اونا نه تنها باید شیاطین اونجا رو بکشن بلکه باید اطلاعات مربوط به شیطانا رو هم جمع‌آوری کنن. تنگن و اینوسکه تنها شیطان کشایی هستن که از 2 شمشیر استفاده میکنن، چون تقریبا هیچ شیطان کشی به 2 تا تیغه نیشرین دسترسی نداره. احتمالاً به خاطر نوع سنگ معدنی که باید انتخاب میکردن. تومویکا، رنگوکو، مویچیرو و سانمی تنها هاشیرایی هستن که شمشیر نیشین معمولی دارن. یک بار رنگوکو وقتی تازه هاشیرا شده بود برای شکست دادن یه شیطان فلوتی مجبور شد از قصد به پرده گوش خودش صدمه بزنه. البته معلوم نیست در آینده رو شنواییش تأثیر گذاشته بوده یا نه. شاید برای همین رنگوکو همیشه داد میزد. روی حریف خیلی قوی بود که تانجیرو و نزوکو به زور تونستن اونو شکست بدن. اون در واقع به اندازه یه هاشیرا قوی بود ولی نتونست از همه قدرتش برای شکست دادن اونا استفاده کنه، چون اون قدرتش رو با خانواده‌اش تقسیم کرده بود. شیاطین نیازی به خوابیدن ندارن، با اینکه روزا بیکارن ولی نمیخوابن. اونا از خواب فقط برای ترمیم و درمان استفاده میکنن، مثل نزوکو که خوابیدن رو جایگزین انسان خوردن کرده. تامایا بیشتر از 500 سال زندگی کرده. از اونجایی که اون قبل اینکه شیطان بشه با یوریچی تسونوکی توی یه دوره زندگی میکرده، این نشون میده بیشتر از 400 سالشه. یوشیرو یه دفتر به اسم تامایا داره که هر روز 7 تا 10 صفحه راجع به تامایا روش مینویسه. دقیقا نمیدونم برای چی این کارو میکنه، واقعا بنده خدا خیلی بیکاره. یاهابا و سوسامارو گفته بودن که همدیگه رو نمیشناسن و تو راه خونه تامایا همو دیدن و با همدیگه دوست شدن. فکر کنم سر کشتن تانجیرو با هم به توافق رسیده بودن. خوشمزه. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.